بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این توفیق نصیب راه ما شد تا مهمان فضای گرم و صمیمی خانواده های شما خوبان و عزیزان باشیم و هر فضایی که در اون به سر میبرید. امیدواریم که توفیقات روزافزون الله متعال پیوسته قرین راهتان باد. در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز خواهیم بود و برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل و موضوع دیگر از موضوعهای سفره دل. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان خدمت جناب دکتر عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم سلام‌های مجدد شما رو 3 باره که سلام میگین بازم علیکم السلام و رحمت الله. بس سلام کنیم جلو خب قبل از برنامه سلام است، بعد از برنامه خب قبول. البته من نفهمیدم آخر ما مهمون شما مهمون خونه های مردم هستید یا میزبان هستید؟ یه روز مهمونند و یه روز میزبان. در هر صورت ما که مهمون هستیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در این برنامه و امید هست که انشالله با همراه با استاد سلیمانی بزرگوار بتونیم همراه با شما عزیزان بعضی از مفاهیمی که در محیط خانواده ها هست و نیاز هست که فن و فوتش رو یاد بگیریم با هم مرور کنیم. بارها هم گفتیم که این مسائلی که مثلا در خیلی خانواده های اتفاق میفته و جنجال و بحران ایجاد میکنه در بیشتر موارد بسیار ساده ای هست که با یک فن و فوت‌های بسیار ساده میشه به اصطلاح مشکلات بسیار عمیقی رو برطرف کرد. در خدمت شما هستم استاد سلیمانی عزیز. خدمت از ماست و از اینکه در این برنامه حضور یافتید تشکر خاص دارم بار دیگر. و بحث میهمانی و میزبانی وقتی که مطرح میشه در بین میهمانها و میزبانها شاید هیچ کدوم انقدر حاشیه ساز نشه و حساس نباشه و حساسیت برانگیز نباشه. میهمان بودن و میزبان شدن به مانند میهمانی و میزبانی خویشاوندان با هم دیگه فکر کنم جناب دکتر. وقتی که دو تا خویشاوندی که تازه با هم وصلت میکنن و حالا مهمان وقتی که میاد اگر از دوستان باشه و آشنایان باشه و حتی اگر از فامیل باشه تا وقتی که هنوز خویشاوند نشدن نسبتاً فضا آزادتره، راحتتره و دو طرف هم با آزادی بیشتری و راحتتر به میزبانی و به میهمانی خودشون میپردازن. اما وقتی که موضوع خویشاوندی مطرح میشه و یکی از به هر حال خانواده ها حالا آقا پسری از این طرف با دختر خانمی از این طرف وصلت میکنن و به تعبیر خودمون خویشاوند میشن و خویش میشن با هم دیگه، اون موقع دیگه الان این میهمانی و اون میزبانی اون رنگ و بوی قبلی رو نخواهد داشت، مخصوصا در اوایل این رابطه که تازه دوره نامزدی شروع میشه و بعد میرسه به دوره ازدواج و آداب و رسوم مختلف و عرفهای مختلف، خانواده‌های مختلف و گهگداری هم به هر حال تعصبات قومی و غیرت و از اینجور حرفا و خلاصه قیل و قال زیاده دیگه. مشکلات به وجود میاد، دلخوری ها به وجود میاد، حساسیت ها به وجود میاد، حساسیت برانگیز میشه. بعضی از میهمانی ها رفتار دو طرف با یک دیگر، سلام علیک آقا داماد و به هر حال دور زدن دور اون محله و خانه و خانواده و از این قیل و قال هایی که حتما همه شما عزیزان هم با اون آشنا هستید و چه بسا که دست و پنجه نرم کردید و به هر حال یا گذشته یا در راه هست و یا همکنون دارید تجربه میکنید. امروز میخوایم به همراه شما بینندگان عزیز و در خدمت جناب دکتر درباره فن رابطه، فن نحوه برقراری رابطه صمیمی با خویشاوندان صحبت بکنیم که چیکار کنیم ما این رابطه‌ای که شروع شده دیگه، الان ما خویشاوند شدیم با یک خانواده جدید، ولی اینکه اون خانواده دیروز جز اقوام ما هم بود، دایی، خاله، عمو، عمه، یک کمی دورتر و به هر حال با این وجود ولی وقتی که باز خویشاوندی صورت میگیره رنگ و روی جدیدی پیدا میکنه این رابطه و
فن و فوتی داره جابجا شد، فن و فوتی داره برای خودش که بتونیم به بهترین وجه ممکن این رابطه رو ایجاد بکنیم و اون هدف اصلی ازدواج که تقارب، نزدیکی بین دو خانواده هست رو ایجاد بکنیم و اون الفت، صمیمیت و محبت رو به بهترین وجه ممکن به وجود بیاریم. در خدمت جناب دکتر خواهیم بود و آغاز سخن. جناب دکتر، از کجا باید شروع کرد؟ چطور باید شروع کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. واقعیتش هم یکم تصور این موضوع آدمو گیج میکنه، مثل شما که گیج شده بودید نمیدونم میزبانی و میهمانی و خویشاوندی و میهمانی و میزبانی، که آخرش من سر در نآوردم که میهمان خویشاوند. حساس موضوع به این خاطر. موضوع حساسیتش از این بابه که یک نوع روابط جدیدی الان به وجود اومده که برخی از روابط هایی که عمر داره اونا رو تحت شعاع خودش قرار داده. رابطه های که عمر داره منظور چیه؟ منظور مثلا این پسری که تو این خانواده بود، خب این پسر این مادر بود و برادر این خواهرها بود. رابطه صمیمی این برادر با برادراش، با خواهراش، که خواهرها همه فکر میکردن که عزیزترینن تو چشم برادرشون، مادر که دیگه مثلا مادر این پسر بود و از این احساس میکرد که قلب این پسر مال خودشه. الان یک عنصر جدید اومده. خب عنصر جدید و اینا به هزار دنگ و فنگ آوردن، خودشون آوردن یا زورکی اومد، به هر حال اومد. بله. خب بعضی از خواهرها راضی نبودن، بعضی راضی بودن، بعضی برادرها راضی نبودن، بعضی خویشا راضی بودن، بعضی نبودن. مادر همینطور به اصطلاح رضایتی داد یا راضی بود. همه اینها احتمالاتی که هست بود. اما الان این طرف اومد توی این خونه، اولین حساسیتی که ایجاد میشه مادر هست. مادر احساس میکنه که این دختره از کجا سرکلش پیدا شد، بچه‌مو دزدید، قلبشو دزدید، دیگه الان بچه‌م مال من نیست، بیشتر به دختر، به اصطلاح به این دختره بیگانه که الان زنش شده بیشتر بها میده. خواهرها همچنین موردی احتمال پیش بیاد، برادرها همچنین موردی پیش بیاد. در طرف مقابل هم دقیقاً همین مورد هست. این خواهری که توی اون خونه بسیار دردونه اون خونه بود، به پدر میرسید و مادر میرسید و خواهر برادرها و خویشا و اینا، خب الان یک شاه دامادی سرکله‌اش از کجا پیدا شد اومد دیگه دل دختر ما رو دزدید. خب یک نوع تصورات اینچنینی بروز میکنه. در هفته اول اینا شاید زیاد نشون نده خودشو که هر حال جوی هست که مثلا تعارف. بعد از یه ماه نگذشته اینا همش بروز میکنه. این به اصطلاح چه وقت بروز میکنه؟ وقتی که ما یه زن و شوهری داریم که اینا از این فن و فوت‌های زندگی پرتن. زن و شوهری داریم که معنای واقعی زندگی رو نفهمیدن یا به اصطلاح هضمش نکردن. واقعا هم جای سوال هست وقتی ما میبینیم که به اصطلاح دختر خانومی یا پسری میاد میگه که من دوستش دارم، فلان هست، حاضرم زندگیمو و خانواده‌مو ولش کنم، فلان کنم، این میفهمی که این اصلا تو باغ نیست. چرا؟ چون تو مثلا یه دختری توی خانواده هستی یا پسری 20-25 سال روی تو این خانواده هزینه کرده، عمرشون رو ضایع کردن، تو رو تربیت کردن، تو این موها و سفید پدر یا مادر اینها همش از بس که تو رو سنبازه زدن که آدم بشی اینا سفید شده، اینا سیاه بود. خب همه این چین و چروکایی که تو ذهنشون هست اینا از بس که تو رو مثلا کیسه کشیدن با پوستشون اینا چروکیده شده. الا تو یک چی بودی؟ خب همه این زحمت ها، همه این تلاش ها، همه این ایثارها از خودگذشتگی ها، همه اینها رو لگد میزنه میندازه دور که من عاشق شدم. میفهمی که این هنوز خیلی پرته و خیلی بسیار بچه است. خیلی وقتها این احساس به وجود میاد جناب دکتر. خب احساس به وجود میاد، دلیلش چی هست؟ دلیل اون عمق مثلا مفاهیم و ارزش ها در این پسر یا دختر کاشته نشده. خب
من جزی از یک فامیل هستم. هر نوع لغزش من یک فامیل رو تحت شعاع قرار میده. خب یک جالب بود، دیروز با یکی از بینندگان عزیز که یک مشکل به اصطلاح همچنینی داشتیم باش مشکلش رو به اصطلاح حلاجی میکردیم، این مسئله پیش بود که من زنی هستم به اصطلاح عاشق یک کسی دیگه شدم، فلان شدم، شوهر دارم، بچه دارم، شوهرم رو دوست داشتم، بچه‌ام رو دوست داشتم، این تو زندگیم یهو پیدا شد و به هر حال و من به اصطلاح ببینید این زنی که به اصطلاح منحرف میشه وقتی میایم به اصطلاح جزایش رو ببینیم در سزایی که مستحقش هست چی هست؟ سنگسار. برای چی سنگسار؟ چون که این با کارش یک جامعه رو زنده به گور کرد. تصور کنید که خدایی نکرده یک زنی به یک مادری به اصطلاح که بچه داره منحرف شد، چه اتفاقی میفته؟ اول بگیریم از خانواده‌اش، بچه‌هاش، از شوهرش، از بچه‌هاش بگیریم که بسیار عزیزترند و بسیار پاره تنش هستن. این بچه‌ها تا آخر عمرشون این ننگ رو سرشون هست. کلشون پایینه. اولا اینی که هیچ کسی مثلا بینا زن نخواهد داد، ازشون دختر نخواهد گرفت. چرا؟ این دختر کیه؟ دختر اون فاحشه. پسر کیه؟ پسر اون. خب پدر بچه ها رو نمیخواد. پدر از الان تو شکه که این بچه ها مال منند یا نیستن. خب بعد این پدر که کلن از اون جامعه، اون خانواده ای که این زن به اون هست، از کل اون خانواده جدا میشه و متنفر میشه. مثلا دشمن هم میشه. خب این خواهر برادر هم داره تو این خانواده. کل این خواهر برادراش زیر سوال میرند، اخلاقشون زیر سوال هست. خب یکی اومده خواستگاری کیه؟ برادر فلانی. اون زن فاحشه. خب برادراش از جامعه پرت میشن، طرد میشن. خواهراش همچنین. پدر و مادر، خویشاونداش، این دختره رو من میرم خواستگاری کیه؟ دختر عمه فلانیه، پسر عموی فلانیه. یک فامیل، یک قبیله، یک چی، تبعات خیلی بدی داره. خیلی. خب این شوهره میخواد که به اصطلاح زن دیگه بگیره. خب این زن داشت، بله. زنش کی بود؟ چی رو طلاق داد؟ پس این شوهره بی غیرته، این شوهره نمیدونم فلان است. کل این منظومه جدیدی که در این قرار داشت به هم خورد. همش زیر سوال میره. پس این خانواده بزرگ خیلی مهم است. الان یک منظومه روابط جدیدی تشکل پیدا کرد و این به صورت روابط اینقدر پیش خداوند عزیز هست و ارزش داره که شمایی که رفتید یک دختری رو خواستگاری کردید، عقد کردید، مادر پدر این دختر شدن مادر پدر شما. مادرش تا روز قیامت مادر شماست. ولی این کن زن باشه یا نباشه، اون زن باشه، طلاق گرفت، مرد، هر چی شد، اون مادر جایگاه خودش رو داره. مادر هست. ما یک همکاری داریم 20 سال پیش، خودش از بنگلادش هست، از مصر به اصطلاح ازدواج کرده. 20 سال پیش خانمش وفات کرده. تا امروز تا تعطیل میشه میره مصر. میگم اونجا شما کسی رو نداری. میگه چرا؟ مادرم هست. ماشاءالله. خب و همه تا الان جزئی از اون خانواده است. این طبیعت زندگی است. خب الان من تو این خانواده، اصلا هر یکی از اینها تو این خانواده همچین دزدکی پا گذاشته. تو اومدی توی خانواده یه روابطی الان تحت شعاع قرار میگیره. اگر نتونستی به خانواده یه طرف مقابل برسونی که شما فرزند اونهایی، دیگه خیلی پرتی. یعنی مهم است. این خیلی مهمه. وقتی شما وارد این خانواده شدم، باید مادر این خانواده بدونه که به پسراش یه پسر عزیزتر از پسراش وارد شده. اینو من باید تحمیل کنم. اما در وهله اول که من داخل شدم، اینو که من اومدم یه قلبی که برای اونها بود، عزیز بود پیششون، این قلب رو دزدیدم. باید بیام بهشون بفهمونم که من ندزدیدم. این قلبی که شما رو خیلی دوست داشت، به شما میرسید،
منو به عنوان هدیه محبتی که به شما داشت منو آورده به شما. من گلیم که این به اصطلاح دخترتون داره به شما هدیه میده. در مقابل همینطور این دختری که تو این خانواده بود الان یه بابا پسر از کجا پیدا شد اومد دزدی دختر ما رو. باید این دختره به این خانواده برسونه، با حرفش نه، در این مسائل رفتار سلوک با سلوک و با عملش برسونه که این پسر شما از شما جدا نشد. پسر شما از بس که شما رو دوست داشت به شما یک هدیه ای داد که اون منم. خدمتکار آورد برای شما انگار. یه خدمتکار، یه دختر جدید، یک دختری که بیشتر از دخترای شما به شما اهتمام میده. دخترای شما فردا ازدواج میکنن یا ازدواج کردن، الان این دخترای شما مسئولیت شما رو نمیتونن به نحو احسن انجام بدن، در حال شوهرایی دارن به اصطلاح میدانشون کمتره در خدمت یا اختیاراتشون کمتره، اما من تمام الاختیار در خدمت شما هستم، کسی هم نمیتونه منو منع بکنه. چرا؟ چون که به اصطلاح شوهر من فرزند شماست. این در محیط خانواده، پدر مادر، خواهر برادرها، اینها رو باید این مفهوم رو بهشون برسونیم با رفتار درست، با برخورد درست، با سینه باز. اینجا خب جا تنگ شد، کسی اومد، ببینید باید این محبت اینطور باشه، چون که این مسائل احساسات، این روابط یا این کینه و حقد و حسادت ها و اینها فضا رو تنگ میکنه. تعبیر قرآنی در مورد اون سه نفری که از غزوه تبوک موندن، وقتی که همه دلها وسعت شهر مدینه که کم نشده بود، دنیا که همون دنیا بود، کره خاکی که زنگ نشده بود به هاشون، ضاقت الدنیا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، ضاقت علیهم الارض بما رحبت. تمام این دنیای گسترده با وجود فراخی و گستردگیش برای اونا تنگ شد. شما تصور کنید تو یه شهر هستید، ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم نمیتونن دیگه چیکار کنن. چرا؟ چون که انسان به طبیعتش یک موجود اجتماعی است. اگر در جامعه راحت حرکت نکرد در بین افراد، اون وقت دیگه این دنیا براش تنگ میشه، زندان میشه. در یک خانواده‌ای که شما با یه نفر مشکل دارید، تا با تحمل اون خانواده مشکله. تو یه شهری که شما تو اون شهر از یه انسان متنفرید، میبینید که خوشت نمیاد از اون شهر، میخوای بری یه جای دیگه، یه کشور دیگه تا راحت باشی، فکر میکنی که اون جا رو برات تنگ کرده یا جا خود به خود. طبیعت انسان اینطوری هست. الان باید این محیط رو یه محیط باز کرد. یک مثال عربی خیلی زیبایی هست، میگن که رحب الفضاء مع الاعداء ضیقة ثم الخیاط مع الاحباب میدان. گشایش دنیا با دشمنان دنیا رو تنگ میکنه. سوراخ سوزن با دوستان احساس میکنی که این سوراخ خیلی گشاده است. شما ببینید توی یه خانواده میری یه جایی میبینی که 5 تا خانواده‌اند، 5 تا پسر دختر ازدواج کردن، همه تو خونه پدر زندگی میکنن و هیچ احساس تنگی جا نمیکنن. به همون تعبیر سعدی که گفت که پای در زنجیر به پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان. در مقابل میبینی که کسی قصر بزرگی داره، یه پدر مادر هستن، یه بچه هم دارن. خب اولین شرط عروسشون اینه که من خونه مستقل میخوام، من خونه جدا میخوام. بابا این 50 تا اتاق داره، این همش میگه نمیتونه اینجا نمیشه با زندگی کرد، جام تنگه. این جاش تنگ نیست، قلبش تنگه. جاش تنگ نیست، فن و فوت برقراری روابط با دیگران رو یاد نگرفته. این محیطی که به اصطلاح خانواده بود. الان در همین یک محیط رو باز سرش کنیم، ببینیم توی این محیط 4 تا عمو هست، 5 تا عمه هست، 6 تا خاله هست،
12 تا دایی هست، نمیدونم خویش و درویش هستن، همسایه هستن، فلان هستن. خب حداقلش 5-6 تا از این عمه خالا دایی و همسایه ها میخواستن که آقا سلیمانی داماد اونا بشه. مرغ پرید. خب اونا یه مقداری تو دل دارن. خب که من میخواستم دختر من بیاد به اصطلاح عروس این خانواده بشه، این داماد به این زیبایی و به این خوشگلی و به این از دست رفت. خب باز اون دایی که به اصطلاح دخترش رو اصلا گذاشته بود و از سالهاست که نافش رو به اسم آقا سلیمانی بریدیم و فلان و از دست رفت، الان اون دختره خدایی نکرده یک شوهر بعدی گیرش اومد، معتادی فلان، تمامش از همین پسر است. رفت دختر بیگانه گرفت و این بلا سر ما اومد و خب اینها همش یه چیزی تو دلشون هست و حتی شاید خانواده دختر همین احساس رو داشته باشن، دوست داشتن عروسی این ما خانواده. یه مثالی که میزنیم به اصطلاح کوپیش این وره. درسته. خب الان چطور با این محیط ساخت؟ خب تو این محیط چند تا نمیدونم جوون هستن که بارها اومدن خواستگاری از دم در رانده شدن و از اقتصادیشون هم بهتر بود، خودشون رو بهتر از این داماد میدونن، خب به هر حال رد شدن و همچنین به اصطلاح پیش به اصطلاح داماد که به اصطلاح دخترای مختلفی به اصطلاح دخترای زیادی می‌خواستند. به هر حال این همه این محیط بزرگ الان یه افرادی هستن که جز تیم شما هستن، یه افرادی هستن که به هر حال از حزب مخالفن، اما الان اینا خیشا هستن، موافق و مخالف بدن در داخل خودشون که بد نیستن. قبل از اینکه این ازدواج صورت بگیره اینا با شما دشمنی داشتن؟ نه نداشتن. موردی نبود که دشمنی داشته باشن، ناراحتی داشته باشن، مشکلی نداشتن با. پس این اشتباهی یا این بحرانی که وجود اومده سببش کی هست؟ این ازدواج هست. این ازدواج هست. حالا سببش به اصطلاح درست هست که اینا به اصطلاح موقف بگیرن یا نیست، یا این تصرف حق به جانبند یا نیستن، اینو بذاریم کنار. اما این واقعیتی که اتفاق افتاده، واقعیتی که اتفاق افتاده و سببش هم اینه. الان من چه کار باید بکنم؟ حل این مشکل کجاست؟ باید حل مشکل در جیب این به اصطلاح زن و شوهر باشه. خب جناب دکتر، پس تا اینجا خلاصه بحث این شد که ما وقتی که یک دو نفر با هم ازدواج میکنن، طبیعتاً چه از طرف داماد و چه از طرف عروس، بالاخره عروس با یک خانواده جدیدی آشنا میشه که در اون خانواده مخالفینی داره طبیعتاً، حالا به هر نیتی، و داماد هم جایی که میره در اون خانواده یک عده‌ای نمیپسندنش که نمیشم اونا رو خط کشید، یعنی اونها جزء خانواده عروسن و یا جزء خانواده دامادن و چه بسا که حتی خیلی هم نزدیکن بهش. الان بیشتر صحبت ما حول این رابطه است که چطور ما رابطمون رو با اینها به نحو احسن اجرا بکنیم که این مشکل پیش نیاد. البته ما نمیگیم که نمیشه دور اینها رو خط کشید، میگیم که نباید و هرگز دور اینها رو خط بکشیم. چرا؟ چون که این حق رو نداریم. چرا؟ این آقایی که من الان ازش خوشم نمیاد، حالا دایی خانمم هست، برادرش هست، چه بخوام چه نخوام این دایی بچه‌هامه. بچه‌هاش پسر دخترها، پسر عموها و پسر دایی‌ها و پسر عموها و اینا پسر بچه‌هامن. درسته. خب این خیش که من حالا با من هر چور رفتار میکنه یا فلان، این چه بخوام چه نخوام این خیش منه و در روابط آینده فرزندان من تاثیرگذار هست و نمیشه خطش زد. نمیشه خطش زد و حقش رو هم ندارم. اگر به صورت خطش زدم، این من داخل یک جنایت شدم. اینو باید از هم، یعنی باید این رو خوب قبولش کنیم، یعنی بپذیریم که
من داماد یا عروسی که الان رفتم به خانواده جدید و یک عده‌ای از خانواده مقابل من، چه خانمم چه شوهر به هر حال، با من مشکل دارن، من این حق رو شرعاً ندارم که اون رو خطش بزنم. خط زدیدم چیکار کردم؟ قطع صله رحم کردم. قطع صله رحم از گناهان کبیره است. قطع صله رحم زندگیمو قیچی میکنه، برکت رو از زندگیم میندازه بیرون، رزق و روزیمو کم میکنه. رزق و روزیمو کم میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اراد ان ينسى له فی اثره و یبارک له فی رزقه فلیصل رحمه. اگر خواستی که زندگی طولانی بشه، رزق و روزیت فراخ و گشاده بشه، صله رحم رو به جا بیار. برعکسش، اگر خواستی که زود بمیری، زندگیت کوتاه بشه، دق مرگ بشی، اگر خواستی که فقیر و نادار و بدبخت بشی، قطع صله رحم بکن. به من نشون بدی یه آدمی که صله رحم رو به جا نمیاره و از نظر اقتصادی مشکل نداره و از نظر صحت و زندگیش مشکل نداره، از روز سرش تو بیمارستان نیست و 4 تا فشار خون و فشار نمیدونم قلب و نمیدونم فشار 1000 تا فشار نداره. و حتی الله متعال این رو یکی از صفات قطع صله رحم رو از صفات مفسدین میدونه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. و برکه از صفات مؤمن میفهمد والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. اونایی که به اصطلاح رابطه ای که خداوند امر کرده که برقرار بشه اون رو برقرار میکنن. مفسدان رابطه ای که خداوند امر کرده که برقرار بشه اون رو قطعش میکنن. ولو اینکه اون طرف مقابل به من قطع رابطه هم کرده باشه. طرف مقابل چی کار میکنه این به هیچ عنوان به من ربط نداره. به من فحش داد، به من بد کرد، 10 بار رفتم خونهش، 1 بار نیومد، اصلا به من بها نمیده، به من برای من ارزش و احترام قرار نیست. اگر همچنین موردایی من دارم، همچنین سوالاتی دارم، مشکل کجاست؟ مشکل پیش منه. مشکل پیش منه. چرا؟ طرف به من احترام نمیذاره. یعنی چی؟ یعنی من اون فن و فوت رو یاد ندارم که کاری بکنم که طرف به من برای من احترام قائل بشه. من میرم خونش، خونه من نمیاد. پس اون طرف این گیرایی و کشش یا مغناطیس رو داره که منو بکشه به خونش. من ندارم. من این فن و فوت رو یاد ندارم که کاری کنم که اون بیاد پیش من. خب هر چه موردی که پیش میاد یه مشکل است. این مشکل حلش با منه. اون طرف یه قفل داره، من یاد ندارم این قفل رو چطور باز کنم. من هی کلید گرفتم، کجاست این کلیده؟ کوش، من کلیدم هم بودا. کلید گرفتم، هی میزنم این کلیده رو بابا نمیشه، این کلیده رو میزنم وا نمیشه. بابا مشکل اینه که این قفل اصلا کلیدی نیست، این رمزیه. اثر انگشت میخواد. اثر انگشت میخواد. من به جای این که اثر انگشت بزنم کلید میذارم توش، اصلا کارت میخونه اصلا نمیشه. پس مشکل پیش منه. شیوه شناخت من باید، یه نقطه بسیار مهم در برقراری روابط اینه که من باید مخ طرف مقابل رو بخونم، بدونم که این از من چی میخواد، چه انتظاراتی داره. انتظارات خیلی خیلی مهمه آقای سلیمانی در چی؟ در برقراری روابط یا در ذهن سازی طرف مقابل. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان مثلا داماد یا خواهری به عنوان یک عروس بدونه که اون خانواده مقابلش چه انتظاری ازش دارن، هم خانواده مقابل هم فرد اون خانواده. هر کسی قفل خودش رو داره و شیوه خاصی برای مثلا برقرار کردن روابط. تصور کنید که شما اومدید شهرمون، انتظارت این است که خب من میرم آقای عمر اونجاست، خب دیگه من اونجا دیگه نیاز ندارم که من برم به اصطلاح هتل بگیرم، خب من فقط بهش اطلاع میدم،
اون حتما میاد فرودگاه از من استقبال میکنه، من برای خونهش فلان و از این حرفا، یه چیزایی تو ذهنت بله طبیعتا میسازی. خب الان من اومدم، خب به جای اینکه شما رو ببرم خونه بردم هتل براتون رزرو کردم، اما وقتی که میخواستم بیام فرودگاه من نتونستم برسم، مشغول بودم. پسرم رو فرستادم از شما استقبال کنه، از شما استقبال کرد، شما رو برد. این از اون سقف توقعاتی که شما داشتید 100% بود، من اومدم 90%. شما تو دلت هست که این اصلا برای من ارزش قائل نبود، برای من احترام قائل نبود، اصلا به من بها نداد و تا آخر عمر اینو تو دل داری. چرا؟ سقف انتظارات شما اینجور بود و من سقف انتظارات شما رو نخونده بودم. خب یه وقت هست که شما سقف انتظاراتش پایین هست، شما میگی که خب من میرم، خب آقا عمر اونجا هست، خدا کنه که وقت داشته باشه که این هفته‌ای که من اونجا هستم یه روز بتونم ببینمش. خب من میدونم خیلی مشغوله و فلان و دانشگاه هست و فلان. الان خب شما خودت دنبال کارت هستی و فلان، اومدی فرودگاه منو جلوی خودت دیدی، رفتی تاکسی بگیری من اونجا بودم، شما خودتون زحمت دادی فلان. الان از اون سقف انتظار دیگه الان شما چقدر احساس میکنید که برای من احترام قائل بود و فلان بود اعلام بود. خب چرا؟ چون که سقف انتظارات شما 10 بود، چیزی که من دادم 20 بود، فراتر از اون چیزی بود که من انتظار داشتم. الان تو این فضا که شما رفتید، اولین کارش اینه که شما نباید اجازه بدید که سقف انتظارات بالا تشکل پیدا کنه. قبل از قضای ازدواج این به اصطلاح آقایون و خانمایی که چخان میکنن که من بیام مادر صبر کن انشالله من بیام تو خونه بره دیگه اصلا نیاز به کسی پیدا نخواهی کرد، انشالله دیگه این کارا و اینا دیگه مگه من مردم که شما تکون بخورید. الان این دختر خانم تو این خانواده به خاطر اینی که اینا رو به اصطلاح جذب کنه یک سقف انتظارات خیلی بالایی درست میکنه، شعار میده، خودشو پوز میده. آقا پسر هم داماد هم که میاد عمو جان این چه ماشینیه که شما سوارید؟ من واقعا خجالت کشیدم، شما رو امروز دیدم و من اصلا نمیدونستم که شما تویوتا 2015 سوارید، من خجالت کشیدم. انشالله هدیه ازدواج هم انشالله یک کرولای 2025 میشه انشالله. یه سقف توقعاتی حالا میسازه، بعد نمیتونه. خب حالا که نمیتونه دیگه بی احترامی و مشکل سازی و اینا میشه. این اشتباهی که نباید از اول این اشتباه صورت بگیره. اما قبل از اینکه این حالا ازدواج شده و فلان، الان باید طرف مقابل رو بشناسیم که طرف مقابل از من چی میخواد. از من احترام میخواد. بعضیا شخصیتشون این است که شما اگر احترامشون کردی شکارشون کردی. بعضیا خوششون میاد که به اصطلاح شما در چه موردی مثلا که اونا خوش دارن، موضوعی که حرف میزنید اون در چه باغی هست، باید از گلای همون باغ بگید. خب خیلی سخته، کار آسونی نیست، اما با تجربه میشه کسبش کرد. یعنی من مثلا به هر جایی که میشینم مثلا خوشم میاد مسائل اجتماعی، قضایای به اصطلاح اصلاح جامعه، نمیدونم رشد افراد، اعتماد به نفس افراد، اینا رو حرف بزنم. اما بعضی از خویشای من بازاری هستن، تا باشون میشینم اونا حرف از بازار و قیمت زمین و نمیدونم قیمت فلان، این چیزایی که اصلا من توش هیچ بارم نیست و علاقه هم ندارم. یعنی بعضی از خویشا بودن که من باشون می نشستم یه ساعت مثل یه روز برام تموم میشد از حرفایی که اصلا توی یه باقی دیگه بود و من اینا رو. خب این یه فنی میخواد که شما با همین موضوعی که خوشش میاد با همین موضوع داخل شید. خب از این موضوع حالا شما مثلا میخواید که یک اصلاحاتی بکنید، طرز تفکراتی که به اصطلاح خیلی پرت از زندگی اینا رو اصلاح کنید فلان، مثلا اینا رو از همون یه فتح بابی میشه از اونجا باید شروع کنید. خب بهشون باید نشون بدید که به اصطلاح بهشون براشون احترام قائل هستید. احترام با حرفای درست، اما قبل از حرفای درست با رفتارهای درست. خب اون کسی که به اصطلاح احساس میکنه که شما اومدید در محیط زندگی رقیب شدید،
این رقابت رو باید در ذهنش بشکنید. شما نیومدید که مثلا این دختر برادرزادش که اینقدر پیشش عزیز بود شما به اصطلاح اونو ازش جدا کنید، نه، شما به همون عموه میرسونید که نه، این به خاطر محبتی که این دختر به شما داشت من 200 برابر بیشتر به شما ابراز محبت میکنم. همه اون خانوادهایی که به اصطلاح احساس میکنن که شما اومدید عروسی که به اصطلاح مال اونا بود و دزدیدید، یا مثلا دامادی که مال اونا بود دزدیدید، اینا رو باید باشون رابطه خوب صمیمی برقرار کنن که اونا احساس بکنن که نه، هیچ ضرر نکردن، یه چیزی کسب کردن، نه اینکه ضرر تنها نکردن، یه چیزی هم به دست آوردن، یه عزیزی به دست آوردن، یه کسی که بهشون میرسه. این نقطه خیلی خیلی مهم است. نیاز به فن داره، نیاز به فن داره، نیاز به یه مقدار سیاست داره. وقتی که مثلا باشون میشینید چطور بشینید، چطور باشون رفت آمد کنید، چطور ازشون احوال پرسی کنید. خب در احوال پرسیتون حتی اخ متخ نداشته باشین، همینجور زل بزنید توی مثلا چشاشون، بهشون نشون بدید که خیلی براتون عزیزن. چطور صداشون بزنید خیلی مهمه. باید همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نشون داد که باید طرف رو به احب الاسماء الیه صدا بزنید. به جای اینکه بگید که آقا محمود آقا، این محمود آقا دایی همسرت هست، باید بهش بگی دایی جون. به جای اینکه بگی آقای کریمی، خب چرا نگی عمو جون؟ خانومت بهش میگفت عمو جون، الان عمو جون شما شد. اینایی که مثلا میرن میگن که پدر خانم عزیز، دهنت لاله، یعنی چی پدر خانم عزیز؟ اگه بهش بگی بابا چی میشه؟ خانومت داره بهش میگه بابا، خانومت داره به مادرش میگه ننه جون یا مامان، شما چرا نگی؟ خب این مسائل رو باید خیلی خیلی توش. خب الان یه زبونایی هم سبز میشه. یعنی من خودم یادم هست که من همیشه دست بابام، یعنی بابای خانمم رو همیشه دستشو میبوسیدم. خب بعضیا که خیلی از خویشا بودن میگن خودشو لوس کنه، این حرفا رو میشنوی. همیشه در این نحوه تعامل با افراد ما 3 مورد رو خوب نیاز داریم، 3 وسیله رو. بله. 2 تا گوش، 2 تا چشم، 1 دهان. خب داریم همون که داریم، اما باید چطور استفادهش کنیم. 2 تا چشم و 2 تا گوش، اینا رو خداوند متعال اختیارش رو دست ما قرار نداره. ما چه بخوایم نخوایم میبینیم دیگه، این چشمه باز و بسته میشه. چیزی که بخوام و چیزی نخوام رو میبینیم. بله. خب گوش هم دست ما نیست، هیچ دکمه ای نداریم که گوشه رو ببندیم. پس هر چیزم میشنویم. اما خداوند متعال 2 تا گوش داده، یکی واسه شنفتن، یکی دیگه واسه چی؟ پرت کردن، بیرون ریختن. یه چیزی که به ما داده و خیلی مهم هست اما اختیارش دست ماست، اون دهان هست. اولا دهان یکی هست، اینو 4 تا هست، یعنی باید 4 برابر بشنویم و ببینیم، 1 برابر حرف بزنیم. خب بیشتر پس باید ببینیم با دقت، توجه کنیم، خب فکر کنیم و خیلی چیزا رو توجه نکنیم، نبینیم. دیدیم یعنی خودمون رو بزنیم به کوچه علی چپ. چرا؟ چون که این زبانه احیانا سر سبز رو میده به باد. در هر موردی نباید حرف گفت، باید ببینیم که چی رو بگیم، کجا بگیم، چطور بگیم. خیلی مهمه. خیلی. یه قصه زیبایی میارن، میگن که 3 نفر بودن، اینا رو گرفتن حکم اعدام زدنشون، تهمتی روشون بود. خب یکیش یه آدم دیندار بود، یکیش وکیل دادگستری بود، قاضی بود، یکیش هم نه فیزیکدان بود. اینا رو آوردن، حکم اعدام هست و آوردن. این دستگاهی که اینا رو اعدام میکرد یه ساطوری بود، این ساطور با یه تنابی بسته جایی
که به اصطلاح اونجا میگن که بالاست، اونجا که به اصطلاح ولش میکنن این تنها چک گیوتین بهش میگن. چی میگن؟ گیوتین. خب شما نکنه جلاد بودی آقای نه وقتی؟ اینو یکی از وسایل شکنجه های تاریخی قدیم مشهوره. نه خب من جای دیدمش. خب این خیلی وحشتناکه. من هم عکسشو دیده بودم نمیدونستم گیوتینه. بهش میگن گیوتین اگه اشتباه نکنم. این آوردن این به اصطلاح آدم دیندار رو آوردن و گفتن حرف نهایی، گفتن شما منو اعدام میکنید، من حرفی برای گفتن ندارم، اما من بیگناهم و از خدا میخوام که منو از دست شما و از چنگ شما نجات بده. سرشو گذاشتن زیر تیغ که الان وقتی حرفا نیست، آقا دستور داده شد که تنابو ولش کنید. تنابو ول کردن، این ساتوره هم اومد تیغه بالای سرش تق قطع نکرد، ایستاد. همه گفتن وای اینو باش با ایمانش خدا نجاتش داد. بلندش کردن، گفتم والله خدا شما رو نجات داد دیگه، ما حرفی نداریم، حتما بیگناهی دیگه. ولش کردن رفت. قاضیه رو آوردن، قاضی هم گفت من حرفی برای گفتن ندارم، اما من امید دارم، من آدم عادلی بودم و این عدالت، و اگر اینجا عدالت می بود من اعدام نمی شدم و این امید هست که این عدالت منو نجات بده از چنگ شما. سرشو گذاشتن، دستور اومد که آقا بندازید، تنابو انداختن و این ساتوره اومد بالای سرش تق گیر افتاد، باز قطع نکرد. همه داد زدن واقعا این پس آدم بیگناهی است، عادلی بوده، راهش کردن. بعد فیزیکدان آوردن که آقا حرف آخر گفت والله من سرم نمیشه که این خداست که نجات میده یا این عدالت است که نجات میده. من از اونجا از اون لحظه دارم فکر میکنم، متوجه شدم که اون تنابه گرهی داره، از اونجا که میادم اون گره گیر میکنه، به اصطلاح ساتور گیر میکنه نمیفته. نگاه کردن راست میگه، گره رو وا کردن. خب مثلا گردنشو بذارید، حالا راه کردن گردنش تق و گردنشو کند. خب اینجا نباید، خب دید چرا نیازی بود که اصلا بیش توجه کنه، چه نیازی بود که هر چیز رو بگیم. اینه که ما در این محیط جدید خیلی چیزا میبینیم. اینو دلیلش چه هست؟ باید خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم. خب این دختر خاله شوهرم که با من اینطور لجه، اگر من جای اون بودم چی؟ 28 سال عمرشه بیچاره، ترشیده، امید داشت که آقای سلیمانی بیاد خواستگاریش. آقای سلیمانی هم نیومد. من سلیمانی میگم دیگه شما به دل نگیرید، یه سلیمانی دیگه. خلاصه دیگه شما میگید دیگه، حالا من خونه که برم باز بعد اونجا تا نه خب میگم یه سلیمانی دیگه. خب امید داشت و خودش رو اولاتر میدونست، دختر عموست. خب این دختره بیگانه اومد و این شانسی که روش خیلی حساب کرده بود، خوابها دیده بود، نقشه ها کشیده بود، چقدر رفته بود به اصطلاح پیش مادر خودش رو عزیز کرده بود و حتی تا الان اون جورابی که مادر میپوشه از جورابایی که ایشون پوشیده بود. بیچاره چقدر ترفند بود. همه اینا به باد رفت. الان اگر خانم شما ببخشید خانم آقای سلیمانی بذار خودش رو جای اون بذاره دیگه میفهمه، تحملش آسون‌تره. بعد میدونه که چطور با این سوژه رفتار کنه. این سوژه ای نیست که طردش کرد. اینجا اگر حسادت هایی میاد، حسادت هایی که وجاهت داره، سببی داره، بله جا داره، بله. خب و بیانگر چه هست؟ بیانگر محبت هست. اگر مادر یه جوری به اصطلاح تصرف میکنه، خب مادره 25 سال زحمت کشیده برای این پسر. این پسر الان تصرفش به خاطر مثلا پرت بودن خودش از محیط زندگی و مفاهیم زندگی طوری رفتار کرده که مادر احساس میکنه که خانمشو بیشتر از مادر دوست داره. فکر میکنه که خانم پسر رو دزدید. دقیقاً. الان اگر اینجا مثلا این خانمه فن و فوت رو بلد می بود یا داماد فن و فوت رو تو خانواده دیگه بلد می بود، این مشکل ایجاد نمی شد، بلکه یک فضایی پر از صمیمیت، پر از محبت، پر از عشق، پر از عاطفه به وجود می اومد
که اون جایگاه اون دختر 200 چندان بیشتر میشد، چون که به اصطلاح براشون یک دامادی آورده که به اصطلاح چقدر خوش اخلاقه، چقدر محترم است. این به خاطر این داماد یک وجاهت اجتماعی پیدا کردن، به خاطر این داماد اون محیط اجتماعیش خیلی بزرگ شد. ببینید بعضی از خانواده‌ها چون که این مفاهیم رو درک نمی‌کنن، من میرم خواستگاری دختر سوم، به من نمیدن. چرا؟ چون دو تا دختر بالاتر هست. بابا شما اصلا محیط اجتماعیتون بسته است، بذارید باز بشه. از دختر سوم نه از دختر پنجم هم باز بشه. وقتی که باز شد چی شد؟ محیط اجتماعی جدیدی پیش اومد. شما فامیلیتون کلا 100 نفر شد، الان 300 نفر شدن. در این فضای 300 نفر خیلی فرصت‌های دیگه ای پیدا میشه که بیان خواستگاری نفرای دیگه. اصلا بعضی وقتا هست که به اصطلاح یک خانواده گمنام هست، جایگاه اجتماعی نداره، اما آقای سلیمانی رفت از اون جا دختر گرفت. کل اون دخترای اون فامیل، اون خانواده 10 تا دختر دارن که به اصطلاح دختر ششم رو آقای سلیمانی گرفت. الان میبینید که خیلی از افراد محترم میان که چی؟ میخوایم همزلف آقای سلیمانی بشیم. یعنی یک محیط اجتماعی با یک وجاهت اجتماعی جدید به وجود میاد، یک روابط اجتماعی جدید به وجود میاد که اصلا کل این خانواده رو متحول میکنه، تحت شعاع قرار میده. اجازه بدید جناب دکتر میان برنامه به همراه شما و بینندگان عزیز ببینیم تا برای بیشتر سر سلیمانی در نیاوردید شما میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بررسی موضوع نحوه برقراری رابطه صمیمی با خویشاوندان. این عنوانش موقع طولانی آدم یادش میره. در خدمت شما خواهیم بود بعد از میان برنامه. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید و به پدر و مادر نیکی نمایید و به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه‌ای که خویشاوند است و به همسایه بیگانه و یار همنشین و مسافر در راه مانده و کنیزان و غلامان نیز نیکی نمایید. بیگمان الله هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
بعد دوستان مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران در خدمت شما هستیم، همچنان با ادامه بررسی موضوع نحوه برقراری رابطه صمیمی با خویشاوندان نقطه سرخط. عنوان طولانی است. جناب دکتر در بخش اول برنامه با شرح و بسطی نسبتاً طولانی درباره فضای جدید و آنچه که در موضوع فضای جدید باید مد نظر ما باشه صحبت بسیار مهمی رو بیان فرمودن و صحبت از این بود که ما در فضای جدید باید یک مقداری فن به خرج بدیم و هنر به خرج بدیم و یک سری راهکارهایی رو پیش روی خودمون قرار بدیم تا بدونیم که چگونه دل به دست بیاریم و این فضا رو به نفع خودمون تغییر بدیم. جناب دکتر اگر اجازه بدید ما و شما بریم در داخل جزئیات بیشتر داخل بشیم که خب الان ما در این فضا اگر بخواید عنوان ذکر بکنید، مثلا این کار سری بیشتر در عمق موضوع داخل بشیم، چه مواردی رو مؤثرتر میبینید در ایجاد این رابطه صمیمی با خویشاوندان جدید؟ یه موردی که این خیلی مهم است و متاسفانه خیلی عزیزان از این زیاد آگاهی ندارن، اینه که همیشه باید بدونیم که قفل از کجا باز میشه. این ما میخوایم که به دل طرف مقابل برسیم و دلها دست خداست، بیشک قلبها دست خداست. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که قلبها دست خداست، هر طوری که بخواد اونا رو میچرخه. خب الان من به خاطر رسیدن به دل مردم و محبت دیگران این نیاز دارم که خدام رو به دست بیارم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 96 مریم، در سوره 96 مریم، آیه 96 سوره مریم، که اونایی که ایمان دارن عمل صالح انجام میدن. پس ایمان و عمل صالح این باید حتما باشه، اینا باید راهکار زندگی من باشه، شاخصه زندگی منو با ایمانم و با کارهای خوبم مردم بشناسن. اگر این دوتا رو من به صورت به وجود آوردم چه اتفاق میفته؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. خداوند محبت و عشق به من، دوستی من رو تو قلبهای مردم قرار میده. من هدف من از این ایمان و عمل صالح به دست آوردن رضایت الله تعالی است، نه دل مردم. من به صورت رضایت الله متعال رو به دست آوردم، این خود به خود به دست میاد. من هدفم اون جای دیگه است. رابطم رو با خدام درست کردم. رابطم رو با خدام چطور درست میکنم؟ یعنی خودم رو پیش خدام عزیز میکنم، با ایمان و با عمل صالح یک انسان پرهیزگار میشم. پرهیزگار که شدی چه اتفاقی میفته؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. خداوند برای هر عملش یه راهکاری میاره. در آیه دیگه یجعل له من امره یسرا. در همه کارهاش میبینی که خود به خود کارها راه میفته، همه چی ردیف میشه. فلانی که به صورت بدترین دشمن بود شد صدیق حمیم شد، دوست جونجونی شد. خب و یرزقه من حیث لا یحتسب، از طوری که اصلا در تصور اون نیست، از جایی که در تصور اون نیست همه رزق و روزی ها ردیف میشه. محبت دیگران، اطرافیان، خیشان، عزیزان به من این یه روزی هست. تنها روزی تصور یک بسیار بعضی از عزیزان دارن که تنها روزی مال و ثروت هست، نیست. نه مال و ثروت یه روزی هست، صحت و سلامتی روزی هست، فرزند روزی هست، دوستا و عزیزان داشتن روزی هست، روابط اجتماعی گسترده و محبت در قلب مردم روزی هست. اینا همه روزی هست و این روزی ها به کلید رسیدن به اینها، راه رسیدن به اینها تقوا و برقراری رابطه با خداوند است. این مهمترین کلید، این شاکلیده. این شاکلید خب اون دندوناش چی است؟ یکی مهمترینش ایمان به خداست. بله. در مسائل ایمان و رابطه عمیق با خداوند متعال باید روی این خیلی کار کرد. خانم ها، آقایون همه باید بدونن که راه رسیدن به عشق و محبت ایمان هست.
خب و در کنار ایمان عمل صالح. عمل صالح یعنی اینی که من تو این فضای جدیدی که هستم باید در کار نیک هم شاخصه باشم. یعنی چی کار نیک؟ یکی از به اصطلاح مواردی که بسیار مهم هست اینه که کار نیک کنم. یعنی چی؟ یعنی به دیگران رسیدگی نیک کنم. تو این خانواده من میدونم که فلان خیش مشکل اقتصادی داره و من میتونم کمکش کنم. کمکی که من میتونم بکنم همش کمک اقتصادی نیست. این رو باید در ذهنمون بکاریم. همه مردم نیاز به پول ما ندارن. در یک خانواده هست که اون خانواده مشکل دارن. مشکلشون چی هست؟ بین پدر مادر مشکل وجود اومده، بچه ها یکم کله شقن. من میتونم با رابطه برقرار کردن با اون خانواده یه مفاهیم جدیدی رو به اونها القا کنم، تلقین کنم که پدر مادر رابطهشون رو خوب کنن، با فرزندان رابطهشون با هم خوب کنن. این کاری که باید بکنم. فلان خانواده مشکل چی دارن؟ مشکل بیماری هایی دارن. خب من با توجه به اون تجربه‌ای که دارم و یا پزشکی خوندم یا پرستاری و اینا میتونم در این زمینه باشون همکاری کنم. یا ماشین دارم میتونم ببرمشون پیش بیمارستان. یا نمیدونم دوست دکتری دارم با اون آشناشون کنم که با اون به اصطلاح مشوره بکنم. یا حتی در سفر احیانا باشون همراه بشم اگر جایی میرن تنها هستند، کسی رو ندارن، فلان دارن، کسی رو دارن اما چون که به اصطلاح من میدونم که اینا وقتی با هم میرن شاخ به شاخ میشن، در سفر لذت نمیبرن، برم در مسیر سفر. این مسیر خاصتا مسیر سفرها این خیلی چیز مهمی هست که هر خانواده‌ای که به اصطلاح یه جاییش به اصطلاح مشکل داره، یه پیش مهرهاش شله، با اینا سعی کنم یه سفر برم. مثل ماشینه نگه تو سفر آب بندی میشه. تو سفر آب بندی میشن. تو سفر کار خاصی ندارن، وقت دارن. میشه باشون حرف زد، میشه موضوعات خاصی رو مطرح کرد. تو سفر خب نیازها میشه. اونجاست که صبح من میخواستم هدیه بهشون بدم، اینجا مثلا یکم جیبامو شل میکنم بهشون میرسم. تو سفر به هر حال فضا زیاد هست که بشه از اون چیزایی که تو دل است اونا رو در آورد. و چون که سفری مثلا رفتن گردش، هدف اصلا رفتن به کوه گردش فلانه، چون که اصلا پیش زمینه مشکل سازی نیست، پیش زمینه دلگشایی است، خدمت است که ما میریم یکم خوش باشیم. خب در این فضا دیگه خیلی از کدورت ها رو من میتونم رفع کنم. خب این خیلی بسیار نقطه مهمی است. پس عمل صالح دایره وسیعش هست. و یکی از تکنیک های عمل صالح که کم خرجه، هزینه‌اش خیلی کمه، ارزشش خیلی بالاست. چی هست؟ خیلی ساده است. همین لبا رو یکم کش بدن، یه لبخند. چوانه میکنی گرهی خود گره نباش، ابرو گشاده دار گر دستت گشاده نیست. آفرین. این ابرو گشاده دار گر دستت گشاده نیست. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه ابرو گشاده. که میشه باز کنی لبخند بزن. دست تنگه، نمیتونی هدیه بدی، ماشینی هم نداری که به اصطلاح خدمتشون بکنی، هیچ، یه لبخند که دیگه بهایی نداره. اخم و تخم که میتونی نکنی. اخم و تخم میتونی نکنی. اصل بر اخم و تخم نیست، چون اخم و تخم خیلی گرونه، لبخند ارزون تره. چون لبخند زدن ما خیلی ساده یه چند تا عضله رو میگیم که آقا راحت باشی، اما اخم نیاز هست که چند تا ماهیچه رو تو جسم مثلا به حرکت در بیاریم، خیلی از مثلا غذایی که خوردیم رو اینجا مصرف کنیم، اون انرژیمون رو همش رو اینجا هدر بدیم. خب اینی که یه لبخند بزن. خب لبخند زدن هم حالا دیگه لبخند این معناش نیست که نشکون باشه، یا همون لبخندش هم فن داره. هر جا که نمیشه لبخند زد، نیشخند نباشه.
نیشخند نباشه، طرف اومده ناراحت هست فلان هست لبخند میزنی که نشد. خب نه، یعنی جایی داره و اینه که همیشه بشوش باشیم، همیشه به اصطلاح به طرف مقابل روحیه بدیم. اینه که جناب دکتر بعضا میگن خب من میرم کسی رو من لبخند نمیزنه، همه اخماشون تو همه تا وظایف وارد فضای خانواده میشم، مثلا داماد اگر اینطوری بگه، خواهرها از این طرف، خواهرای خانم هم یکی از این ور فرار میکنه یکی از اون ور فرار میکنه، مادر خانم هم ابوسن قمطری را میشینه، یا عروس خانم اگر بخواد اینجوری گله بکنه که من تا فضای خونهشون وارد میشم همشون خواهر خانمام مثلا خواهر شوهرام اخمشون تو هم میشه و فلان، خب من برای چی لبخند بزنم؟ آیا این توجیه پذیر هست این بهانه ها؟ اصلا حرکت هایی که تو صورت هست مثل بیماری های مصریه، زود منتقل میشه. شما تصور کنید شما رفتید یه جایی نشستید توی اداره ای مثلا منتظرید، یکی داره جوک میخونه و هی میخنده، اونایی دیگه که اونجا هستن یکی 2 ساعته که سر صفحه بیچاره، یکی وقتش تنگه الان نوبتش میاد نمیرسه، همه پریشان حالند، همه تو خودن، همین که میخنده چه اتفاق میفته؟ همه یکی دیگه نگاه میکنن خندهشون میگیره یا حداقل این جمع عوض میشه. خب خاصتا کسی که به اصطلاح اخم میکنه تو صورت شما، خب این اخم رو در شما تشویق میکنه. اما اگر شما لبخند زدی نیروهای مثبت تاثیرش بیشتره. شما لبخند زدید، شما تصور کنید لبخند بزنید، اون اخمش چی میشه؟ مجبوره چه بخواد چه نخواد مجبوره که وا بشه. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة، یعنی نه اینی که دلگیری هست، نه بینشون دشمنیه. کسی دشمنی هم داره، رابطه بهترین برخورد باشه میشه دوست صمیمی. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. این یه قانون الهی است. این معادله حتما صورت میگیره. اگه صورت نگرفت یه جایش میلنگه. اگه صورت نگرفت پیش من میلنگه نه پیش اون. یعنی برای حل این مشکل بعد از خودم شروع کنم. من لبخندی زدم، لبخند من لبخند نبود، پوزخند بود. لبخند من عجله کردم، یعنی اینی که به اصطلاح من دارم یک قفل زنگ زده رو میخوام بازش کنم. ادفع بالتي هی احسن یه سنباده است، یه بار زدم وا نشد، 2 بار 3 بار 100 بار 1000 بار، آخرش باید وا بشه. وا شدنش حتمی هست، اما چند بار سنباده زدن بستگی داره به چقدر زنگ گرفته باشیم. خب من یه بار خوبی میکنم، 2 بار میکنم، 100 بار میکنم، 1000 بار میکنم، من خوبیم رو عبادت میکنم، چون خوبی من عبادته. اون طرف مقابل چه برخوردی کرد برام مهم نیست، چون که عبادته برا من و من مطمئنم 100% که این رابطه باید صمیمی بشه، ولیان همین بشه و میشه، مطمئنم که میشه. خب اما که چیه؟ وقت میبره، یه جایی به اصطلاح وقت کمتر میخواد، یه جایی بیشتر. مثل یه بیماری رو رفتی پیش دکتر، گفت آقا این قرص رو بخور، 2 هفته از قرصش 5 روز اگر خوب شده ول کن. خب میبینی 5 روز شد، 2 هفته شد خوب نشدی، میری پیش دکتر، گفت خب نسخه پیش خودته چرا اومدی؟ گفت 2 هفته دیگه بخور. خب اما این جواب میده، استمرار میخواد، قرصش یکم طولانی تر میشه، یکم کمتر میشه، به هر حال دیگه این بستگی داره به اون این بیماری چقدر پیشرفت کرد. خب همینطور حالا این لبخنده، در کنار لبخند سلام هست. سلام یعنی احوال پرسی، یعنی همه این یک پکیج هست. سلام این نیست. ما یک اشتباهی که تو جامعه خودمون داریم، سلام شده یک به اصطلاح اتیکت بسیار بیمزه. تا طرف میاد سلام، میره سلام، آخرش من نفهمیدم سلام چی هست. مثل این سلام شده مثل یه سوتی، طرف میاد اون قدیما مثلا زنگوله‌ای دست خودش میگه دنگ 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 من اومدم،
خب البته تو مثلا باغ وحش الان بعضی وقتا تو بعضی رستوران‌ها مثلا تو بعضی فضاها طرف که خلوت‌تر است بالای در یه زنگوله میزنن تا کسی وارد میشه کسی اومد. این سلام همینطوری شده. مثل این چیزایی که احمد آقا اینجا آویزون کرده، تو کسی میاد داره این تکون میخوره، این مثلا چی اسم زنجیرات چی هست؟ رشته پشت سرم. اینو صدا که میده یعنی کسی وارد شد. این سلام انگار که شده چی؟ وارد شدم. اومدم. مثل دوربینی که دارم میاد. اومدم. خب این سلام اینجور نیست. سلام یه پکیج کامل هست. یه رفتار اجتماعی بسیار عمیق هست که این گره خورده با ایمان، گره خورده اصلا با رفتن به وارد بهشت شدن. یعنی راه رفتن به بهشت چی هست؟ سلامه. لن تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد وارد بهشت نمیشی تو ایماندار بشی. ولن تؤمنوا، هرگز امکان نداره که ایماندار بشی تا ما یک دیگر رو دوست داشته باشیم، و هرگز امکان نداره یک دیگر رو دوست داشته باشی تا به هم دیگه سلام کنید. پس سلام چه است؟ سلام یک ابراز محبت و انتقال نیروهای مثبت و محبتی هست که در من هست به طرف مقابل. چطوری؟ وقتی که میام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عجیب این است در سلام یک به اصطلاح انتقال یک نیروی مثبت هست به طرف شما، پرت کردنش هست به طرف شما. بلوتوث میکنیم. بعد چی؟ طرف مقابل باید این قدرت به اصطلاح بلوتوث گیراییش بیشتر، این شرطشه که وقتی که کسی به شما به اصطلاح سلام کرد، اگر با 20% سلام کرده شما باید با 30% جوابش بدید. اگر 1000 با نیروی 1000 مگاوات به شما سلام کرد، باید شما با 2000 مگاوات اون رو استقبال بکنید، پاسخ بدید. برای ادب سلام چه است؟ ادب سلام ادفع بالتی هی احسن. و اذا حییتم بتحیة احسن منها فحیوا باحسن منها. اگر خیلی آدم افتاده بودی رو دوها دیگه یک به یک، 1000 مگاوات با 1000 مگاوات. این حداقلش مثل خودش. وگرنه اصل اینه که به احسن منها. اصل بر اینه که بیشتر باشه، کمترش جایز نیست، حق نداری. خب یعنی طرف مقابل اومد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، با یه لبخند شما باید الان یه جواب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته با لبخند، با چشای بازتر و براقتر، با اخمای گشاده تر و با یه بغل. خب باید دیگه از اون بیشتر باشه. هر طوری که به اصطلاح اون طرف مقابل سلامش گرم بود، باید گرما و صمیمیت سلام شما از اون بیشتر باشه. الان تصور کن شما یک کسی هست تو این خانواده که سرده، با شما سرده، نچسبه. خب حالا شما با این نچسبه چی کار میکنید؟ شما میایید با یک سلام گرمی با دمای چند درجه بگم؟ خب جوش، با دمای گرم. خب میایید به ایشون سلام میکنید. اولا ایشون به هر حال مسلمون هست، یک نیروی اجبار داخلی که نیروی دین باشه این رو مجبور میکنه که آقا این با دمای 30% اومد، شما باید با 40% جواب بدی، میخوای نمیخوای باید جواب بدی. خب این نیرو اونو از اونجا بسیار مجبور میکنه. این باعث میشه که حالا اگر هم کوتاهی کرد این دمای 30% محبت شما اون رو حتما این سردی به صورت 30% زیر صفرش رو چیکار میکنه؟ میاره به 0 درجه میرسونه. حالا امروز به 0 درجه رسید، فردا 2 درجه میشه، با همینطور کم کم میبینیم که گرم میشه. که انه ولی حمیم، یعنی تعبیر قرآن کریم مثل دوست داغ. حمیم آب گرم رو میگن، یعنی یه دوست بسیار صمیمی و گرم، باید گرم میفته. خب اینم
یکی از موارد عمل صالح من هست که کمک کردن برقراری یک رابطه خیلی گرم و با آب و تاب. این برنامه برقراری هر یک موردش، حالا لبخند باشه، حالا سلام باشه، حالا رسیدگی به اون باشه، اینا همش عبادت هست. یه فنش که هست و اون اینه که مدارا کردن. مدارا کردن بیان اینه که خیلی موارد به وجود میاد اینا رو ندیدن و نشنیدن. تحمل کردن. مثلا اگر تحمل کردن یعنی باید بگیرم که تحملش کنم. اون بنده خدایی که به من گفت مثلا این دست پدر خانمش رو میبوسه، میخواد خودش رو لوس کنه. خب الان اگر من جواب بدم چه اتفاقی میفته؟ اونم یکی دیگه میگه بی خود کردی؟ کی گفته من لوس میکنم؟ اصلا از این به بعد نمیبوسم. چی شد؟ کی از اینجا تو این معادله کی شکست خورد؟ خودم. من شکست خوردم. خب اون دلی که میخواستم به بیشتر پیشش عزیز بشم اونو از دست دادم. اون طرفی که به اصطلاح جوابش دادم، یکی من گفتم دوتا اون گفت، گلاویز شدیم مشت و لگد و الان هم بینیم میشکست. خب الان چیکار میکنم؟ بهترین وضع اینه که از اینجا اومد زودی از اینجا بکشمش بندمش دور. خب اصلا اگر من به اون نشون بدم که شنیدم، این خودش یه ضربه است. اما اصلا من توجه نکردم، بعد از اون به اون سلام کردم، اون اصلا خودش خجالت میشه، میگه که خوب شد که نشنید. اولا اون خجالتی که اون باید همیشه تحملش میکرد که این حرفو من شنیدم، اونو بهش ندادم. اون به اصطلاح این فرصت رو به شیطان ندادم که اون رو همیشه پیش من خجالت کنه. اون خجالت هم نیست، چون حرفی که زد من نشنیدم، تصورش اینه که من نشنیدم. حرفایی خیلی میاد الان در همین فضای خانواده، خیلی حرفا میاد، فلانی در مورد شما اینطور گفت، فلانی در مورد شما اینطور گفت. این زبانهای دراز رو باید من قیچی کنم. چطوری؟ چطوری؟ خیلی مهمه جان. نکته که شما اشاره فرمودید، چون خیلی وقتا سبب ناراحتی های بسیار زیاد، فاصله ها، تفرقه ها، جدایی ها، دشمنی ها، همین سخنچینی هایی هست که این طرف اون طرف بین خویشاوندان مطرح میشه، این حرفی به اون میرسونه، اون حرفی به اون میرسونه. الان یک نفر این وسط یک کار اشتباهی رو داره انجام میده و میاره هیزم به هر حال به این آتش میاندازه که جز خویشاوندان هست و در ابتدای صحبت شما فرمودید که نمیشه خطشون زد و قطعشون کرد. الان نمیتونم این رو ببرم و قطعش بکنم و نمیتونم استمرار بدم، چون اگه استمرار پیدا بکنه خب طرف عادتش اینطوریه دیگه، چیکارش کنیم دیگه، همینجوری هست. الان چیکار باید کرد؟ قطع رابطه باید کرد، باید تذکر داد، باید قهر کرد، باید واکنش نشون داد. چیکار باید کرد برای حل این مشکل؟ اولین موردی که باید من به همه برسونم اینی که باید به همه برسونم که من انسان محترمی هستم. انسان محترم چون که واسه خودش احترام قائله، به خودش احترام میذاره، خودش رو گوش نمیکنه برای دیگران. گوش کردن برای دیگران یعنی این که هر کسی حرفی اومد زد، من آشغالدانی مردم نیستم که هر کسی یه آشغالی داشت بندازه تو من. باید به همه برسونم که وقتی میاد طرف به من میگه که به اصطلاح فلانی در مورد شما اینطور گفت، یکی رفتن گفتن که به اصطلاح فلانی در مورد شما اینطور گفتن که شیطان الاغی غیر از تو پیدا نکرده بود که این حرف بد رو بذاره رو سرش که تو بیاری به من برسونی. بعد گفته محکم زده بود دیگه. این الان ما به اصطلاح توصیه نمی‌کنیم که همچین حرفی بزنه، سنگین زده، ضرب فنی کرده. اما مثلا وقتی که کسی میاد این حرفو میزنه، خب ولی خب زشتیش واقعا بدتر از این هم هست. ببین خداوند متعال این فردی که همچنین کاری میکنه، سخن میبره، سخن چینی میکنه، این رو اسمش رو گذاشته فاسق.
و اذا جاءکم فاسق اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین. فتبین. اینی که این فرد اومد، حالا حرفی که آورد درسته، تو اون مجلس به من بدی گفتن به کی بد گفتن؟ بعد به من نرسیده. کجاست؟ طرف به خودش اهانت کرده، یه حرف بدی رو زبان خودش آورده، یه غیبتی کرده، غیبتی که اون کرده نتیجهش چه شده؟ به ضرر من شده یا به نفع من؟ نیکهاش ثوابش به من نوشته میشه، ثوابش به من پرداخت شده. حالا من چرا دلخورم؟ یعنی الان کسی میاد میگه که دختر عمه خانمم توی مجلسی یا دختر عمه خودم توی مجلسی این حرفو زد، یا فلان عمو این حرفو زد، یا فلان اینو گفت. خب این یه حرفه. این حرفو بیاد به یه شیوه دیگه همین جمله رو به یه شیوه درست‌ترش میگه که فلانی عمو جان که به اصطلاح رفته حج، خب اجر حج رفتنش رو به تو بخشید. چی شد؟ خوشحال میشم یا ناراحت میشم؟ خوشحال میشم. اون وقتی که غیبت منو کرد در واقع اجر پاداش حج و نماز و زکات و اینا رو به من بخشید. پس من چرا ناراحتم؟ من باید الان به این طرف مقابل برسونم که من از این چیزا خوشم نمیاد. خب شخصیت انسان در جمع جناب دکتر وقتی صحبت میشه درباره طرف، درسته که به هر حال اجر پاداشش محفوظ، ولی خب موضوع بحث این که شخصیت طرف خرد میشه و زیر سوال میره و در چشم دیگران بد میشه، خب تاثیرشو داره، طبیعتا تاثیر اجتماعیشو داره. هیچ عنوان. چرا؟ اونجا یه صدایی است و اینجا منم که صاحب سلوک و رفتار هستم. کسی گفت که فلانی دزد هست و من با رفتارم نشون دادم که آدم امین و راستگو و امانتداری هستم، پاک دامنم. حرف کی جا میفته تو چشای مردم؟ اون طرفی که شنید یک چیزی تو ذهنش اومد، بعد که منو دید عوض شد. اون طرفی که به اصطلاح بهش دروغ گفته شد الان متهم شد، حرف اون اصلا دیگه بها نخواهند داشت. اولا من راه رو میبندم که هیچ کسی، همه وقتی میدونن که من خوشم نمیاد که مردم بیان سخنچینی کنن، سخنچین چرا میاره این حرف رو به من میرسونه؟ هدفش اینه که خودش رو پیش من عزیز کنه. وقتی اومد دید که نه پیش من عزیز نشد بلکه من ناراحتم شدم، گفتم که والله این حرف و هر کی گفته دروغ گفته. عموم خیلی منو دوست داره، من خیلی هم دوستش دارم. شاید شوخی کرده باشه، شاید که حرفی زده باشه، حالا شاید سوء تفاهمی کسی بشه، چیزی گفته باشه و خیلی بده که مثلا شما بیایید این حرفو به من برسونید. من از این چیزا خوشم نمیاد. میدونم که شما انسان محترمی هستید، شما به خاطر اینکه منو دوست دارید این حرفو زدید و نمیخوام که دل اینو هم بشکنم، اما میخوام اصلاحش کنم. اصلاح کردن راهش چی هست؟ اولا و اینو من یک اصلا در این برخورد باید ترفندی داشته باشم. این اومد جلوی مردم گفت من الان باید کل این محیط رو سمپوشی کنم و درستش کنم که این اتفاق ویروسی که اینجا پخش شد باید این میکروب کشته بشه. میگم نه، شاید شما متوجه نشدید، اگر خودتون شنیدی یا کسی که گفته عمو جان خیلی به من ارادت خاصی داره، منم خیلی بهش ارادت دارم، جای پدرمه، الان اگر بزنه تو صورتم من میگم که یکی دیگه این برم بزن، اینقدر دوستش دارم، هر چه به من بگه قبوله. خب و اولا که نگفته، اگر هم گفته باشه خب حق داره، جای پدرمه، من قبول دارم ازش. من این محیط رو درست کردم. بعد از این طرف رو تنهایی بهش میرسونم که جناب فلانی خیلی من مدیون شما هستم که شما اینقدر به من ارادت دارید که به صورت پشت سر من حرفی گفته شد به من رسوندید، اما این گناه هست و خوبیت نداره. حالا من میدونم که شما خوب، به نیتت پاک هست و خوب هست، اما یه وقتی میشه که به اصطلاح من هم شیطان وسوسه کنه و فکر کنم که شما میخواهید که بین ما دعوا رو بندازی و فلان بشه. یه جوری در تنهایی اصلاحش میکنم.
و همیشه وقتی میخوایی که کسی رو اصلاح کنی از کجا شروع میکنی؟ از جایی که اون وارد شده. یعنی از نمیذاری تو دهنش، میایی طوری برخورد میکنی که مثلا شما دوستش دارین، شما برای این کاری کرده ارزش قائل هستید. کسی که همیشه ایراد میگیره پشت سر شما، بد و بیراه شما رو میگه، الان همون عمویی که بد و بیراه گفته، خب باید اونم باید دهنشو بست. بله. خب اون رو باز میری به اصطلاح باش میشینی و میگی که من خیلی از این لطفی که شما در حق من دارید، از این بزرگواری که دارید، از این حق پدری که در حق من میکنید تعریفش میکنید. خب ببینید بین شما و اون چه نقطه های مشترکی هست. خب همیشه من اصلا نماز خوندم رو از شما یاد گرفتم، این محبت، این عشق و علاقه‌ای که شما به قرآن دارید، من همیشه میخواستم مثل شما قرآن بخونم، من همیشه میخواستم اخلاقم مثل شما باشه، خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. اینجوری رابطه رو با اون درست میکنید. بعدش بعضی وقتا خب شما هم دلخور میشید، تو مجلسی حرفی میزنید، اینا به من میرسه، من شیطان منو وسوسه میکنه، من میدونم که این از باب محبت شما هست، از باب ارادتی که شما دارید و اینا هست، اما به هر حال افرادی هستن که کلاغ چل کلاغ میکنن. شما اگر هر عیب و ایرادی رو من دیدید، من چشم با یه سود پیش شما هستم، هر چی میخوای من خودم رو اصلاح میکنم، میدونم شما اصلاح منو میخواید. اما در جمع این حرفا رو بزنی، خب مردم نمیفهمن، اشتباه برداشت میکنن و شیطان هم که زنده است نمرد. خب به این صورت اون طرف رو هم از دست نمیدن. یه مورد دیگه که اینجا خیلی مهم هست در این فضای جدید، گمان نیک. به همه باید خوشگمان باشم، حتی اگه بد باشم. چطور؟ یعنی اونا چه بدی منو میخوان، به هر حال یا احساس میکنم من رقیبشونم، یا احساس میکنم من در حقشون کوتاهی کردم، یا به هر حال هر چی که هست. اینه که من گمان خوب براشون داشته باشم وقتی میشه که من خودم جای اونا بذارم. وقتی که مثلا من میبینم که این عموه هیچ با من راه نمیفته، یکم خودم جای اون بذارم که این چقدر به من محبت، چرا با من مشکل داره، فقط و فقط مشکلش اینه که من از فلانجا زن گرفتم، دختر اونو نگرفتم، برادرزاده‌شو نگرفتم، خواهرزاده‌شو نگرفتم، یا مثلا برعکس در مورد خانم. خب این یعنی یک عشق و محبت، یک صمیمیت. این منو بچه خودش میخواست، این منو پیش خودش میخواست، الان من ازش دور شدم. یعنی در واقع اگر از این بود نگاه کنیم، فقط من بهش ظلم کردم. حالا به جا من نمیخواستم، یه کاری شده، درست بوده یا بد بوده. الان این محبتی که پیش بوده، اینو من محبتشو چطور جبران کنم؟ الان اگر ساتور بگیره گردن منو هم بزنه، باید بدونم که این سیلی که میزنه از باب محبت هست. من خودم جای اون بذارم و ببینم که تو خونش دخترش جلوی رویش به اصطلاح بزرگ شده، نمیدونم ازدواج نکرده، یا دامادی گرفته که به اصطلاح مطابق میلش نیست و اینو هر روز، یعنی هر روز داره جلوی چشم اون تکرار میشه که همه به خاطر اونه. تصور اون اینطوری است. درسته که تصور اشتباه است، اما هست. همیشه به اصطلاح تصرفات دیگران در پیش خودشون توجیه داره. توجیه اشتباه هست، بله، پیش من اشتباه است، اما پیش اون اشتباه نیست. باید این توجیه رو در ذهن اون درستش کنم، باید بهش برسونم که به اصطلاح من نگم، برسونم با رفتارم، با رسیدگی به اون، با احترام، با حسن گمان. وقتی که من ببینید یه بچه‌ای که میاد، مامان نشسته، بچه 2 ساله میاد دستشو میزنه تو دماغ مامان، خب غذایی آورده مثلا یا شکلاتی دستش هست، میذاره تو چش مامان. مامان چیکار میکنه؟ سیلی میزنه؟ نه، دستشو میبوسه. قربونت برم الهی، زدی تو چشم، درم که اینجاست. مادر چون که گمان نیک داره به این بچه که این بچه میخواست شکلات رو بذاره تو دهن من،
نمیدونست، گذاشت تو بینی، گذاشت تو چشم. خب این خب گذاشت تو چشم یعنی چی؟ این میتونست این برخورد رو داشته باشه که این پسره نمیدونم چی شده میخواست منو کورم کنه، این هم میتونه برداشت باشه. اما این برداشت رو گذاشت کنار. چرا؟ چون یهو خودش رو گذاشت جای بچه، احساس کرد که این از باب محبت و عشق بوده، باید این محبت رو با محبت جواب داد. دستشو بوسید، سرشو هم بوسید، مشکل حل شد. در این مسائل باید چی باشه؟ گمان نیک بر همه این صحنه چیره باشه. هر کسی به من بد کرد، من نباید این رو بیام تصور خودم خیلی بد جلوه بدم، نه، گمان نیک کنم. با گمان نیک من خودم رو کمک میکنم در نحوه به اصطلاح تصرف درست، به خودم املا میکنم که چه کار باید بکنم. و همیشه هم باید در مسائلی که پیش میاد به خودمون وقت بدیم. یعنی چی به خودمون وقت بدیم؟ یعنی وقتی که یک موردی پیش اومد فوراً واکنش نشون ندیم. همیشه باید مهاریمون دست خودمون باشه. خب واکنش انفعال هر وقت اومد کار دست انسان میده. خب طرف اومد بد و بیرا گفت، فلان گفت، اون بنا به یک گمانایی که تو ذهنش بود، حرفی که شنیده بود، سوء تفاهمی که بود، اومد یک کاری بدی کرد. حالا من بد کردم چی میشه؟ کی الان مقصره؟ مادری که وقتی بچه شکلات گذاشت تو چشش زد یه سیلی به بچه. اطرافیان چی میگن؟ هر کسی اونجا هست کی رو مقصر میدونه؟ مادر رو. اشتباه رو کی کرد؟ بچه. این طرف که اومد فوراً به من خواهند گفت از تو بزرگتر بود، خجالت نکشیدی؟ بله هر کاری کرد، عمو بود، عمه بود، دایی بود، فلان بود. یا کوچکتر از من، کوچکتر بود، تو عقل نداشتی که کوچکتری تو رو برخورد کنه. اگر من به خودم وقت دادم، یعنی پامو گذاشتم روی ترمز خودم، خب بعد از اون خودم میتونم درست تصمیم بگیرم. و چون که هدفم، کل این هدف من در زندگی چی هستم؟ فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. من اصلا کل برنامه زندگیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. کل برنامه زندگیم، رابطه‌ام در این محیط خانواده، در محیط بزرگتر فامیلی، در محیط زندگیم، رابطه‌ام با خدامه. داد و ستدم با الله تعالی است. این اطرافیان این بازار منه. یعنی تو بازار من خیلی به سوی بازار خیلی بزرگه. یه کسایی هستن که مثل من طلا فروشن، هممون توی محبتی هستیم. یه کسایی دیگه هستن که باز تو بازار هستن، فرش فروش و سبزی فروش و چیزای دیگه هستن. اینا هم جزئی از این بازار هستن. اما من رابطه‌ام با این طلا فروشایی که همسایه من هستن باز محکم‌تره و باید هم محکم‌تر باشه. و با اونای دیگه هم باید رابطه داشته باشم، چون هممون جز یک به اصطلاح کمیته بازار هستیم. جز یک همکاریم به نحوی. خب محیط خانواده این بهترین فضایی هست که من از اینجا مستقیم میتونم به درجات والای رضایت الهی برسم. محیط های بعدی باز تأثیرش کمتره. اونجا همون به اصطلاح قانونی که اون دفعه پیش گفتیم 10-90. در این محیط خانواده من 10% زحمت میکشم، 90% اجر و پاداش میگیرم. در محیط های دورتر من 90% زحمت میکشم، کار نیک میکنم، تنها 10% اجر و پاداش میگیرم. خیلی ممنونم جناب دکتر. وقت ما به پایان رسید و صحبت‌های شما دوست داشتیم که ادامه پیدا بکنه. انشاءالله حکایت همچنان باقی خواهد بود در دفاتر بعدی. دفتر امروز به پایان رسید، صفحش. صحبت پایانی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم. طبق معمول از اینی که مثلا ما رو همراهی میکنید کمال سپاس و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و از اینی که با نامه هاشون، با پیام هاشون همیشه به اصطلاح با ما در تماس هستند کمال
سپاس و تشکر رو دارم و از اینی که برنامه خودشون رو دوست دارن ممنونم از همه عزیزانی که با ما در تماس هستند و پای سفره دل میشینند و خیلی جالب هست که بعضی از عزیزان پیام دادن که مثلا سفره دل رو ما بیشتر از فیلم های سینمایی و سریال ها دوست داریم. البته این به خاطر محبت خاصی که مثلا عزیزان به جناب آقای سلیمانی دارن که مدیر این برنامه است و اینی که خب را که دوست دارید این شیرینی و محفل این سفره رو به همه برسونید. همه شاید به اصطلاح تلویزیون نداشته باشن، برسونید که ما در خدمت عزیزان هستیم از راه یوتیوب، اونایی که یوتیوب دارن، اونایی که در حال این مفاهیم رو به هر صورتی که هست به جامعه منتقل کنیم تا همه در به اصطلاح ساختار این جامعه، داره اصلاح جامعه با هم سهیم باشیم. خیلی ممنونم جناب دکتر عزیز که وقتتون در اختیار ما بینندگان عزیز گذاشتید. در پایان قبل از این که خداحافظی بکنیم با شما عزیزان، طبق روال عادت همیشگی ما در این برنامه جا داره که یادی بکنیم از همه گذشتگانمون که از دنیا رحلت کردن، پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، خواهران و برادران و اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و خصوصا که یکی از دوستان و همکاران ما در پشت صحنه شبکه جانب صالحق، مادر بزرگوارشون در روزهای گذشته فوت کردن. برای مادر بزرگوار ایشون و مادر بزرگوار جناب دکتر مرای عزیز و همه عزیزانی که در ماه‌های گذشته، در سال گذشته، تمام آن عزیزانی که از جمع ما و شما از دنیا رحلت کردن و بلکه قبل از ما از آبا و اجداد ما و بر ملت اسلام از دنیا رفتن، همه اونها رو از الله متعال می‌خوایم که بهترین درجات بهشت رو در کنار انبیا، در کنار صدیقین، شهدا و صالحین نصیبشون بکنه و ما رو هم همین گونه در بهشت برین در کنار اونها در آینده جا بده و توفیق عبادت خالصانه تا آخرین لحظه حیات رو نصیب ما بکنه و فهم درست دین و حسن عاقبت و خاتمه رو. تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر از احمد جان عزیز و حمزه عزیز که در داخل استودیو پشت دوربین هست و همچنین از فرید جان و منیر احمد عزیز که پیوسته تلاش میکنن تا این ارتباط، تا این سفره پهن باشه بین دل ما و شما. تا برنامه بعد همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش. جزاکم الله خیر.